باز حاجی میگه به حاجی دایرکت دادن که این چرا اینو ول کرد و چرا رفت نمیدونم یوتیوب و فلان و برادر من باید یه راه ارتباطی با شما داشته باشم درست؟ اوکی پیج 6 میلیونی ما رو برادر اینجا رو نگاه کن اینجا رو من اگه خودم کسخودم کدوم خار کسه خری پیج 6 میلیونی رو میبنده نگاه کن اینجا رو این الان گوشی منه دیگه درست آقایون اینستاگرام چی نوشته؟ زده وی دیسیبل یور اکانت یعنی اکانتتون میگه آیسی سیکتیر کردیم رفت یور اکانت یور اکتیویتی میگه همه کسبازی هایی که داری کامیونیتی ما رو فالو نمی کنی یعنی اونجوری که این اینستاگرام بخواد ما نمی کنیم سیکتیر یه بار دیگه میبندم آقایون نگاه کنیم پس نگین بس این بد این حرفا بس چیه بابا بس کجا رو بس کدوم خارکسته خری پیج 6 میلیونی خارکسته رو میبنده داداش بعد دیستی دوستان دیگه آیسان تو یوتیوب زندگیتون نمیذاری توی شورت داداش من میمونه این کسکیسا پاک نمیشه مثل استوری بعد داداش دلیلی که من الان پیج نمیزنم من پیج خودم الان دارم روش کار میکنن ایمیل زدم بهشون فلان زدم احتمال 90% تا چند روز آینده برمیگرده بعد داداش من اگرم بر نگرده من در اینستاگرام هیچ پیجی نخواهم زد چون اگه یه پیج دیگه هم بزنم دوباره همین داستان میشه یوتیوب هم داداش من حقیقت روزی یه دونه دو روز الان که میبینی 2-3 روز اصلا ویدیو هم نذاشتم 2 روز ویدیو میذارم یه روز نمیذارم داداش یوتیوب اولا که سخته بعد دروغ چرا به شما بگم داداش من خودم هنوز یوتیوب رو بلد نیستم حالا فکر کن مثلا یارو که چه میدونم تو بازار آهن داره کار میکنه یوتیوب کسی نمیاد که فهمیدی چوری شد پس فکر نکنین که آیسان بس الان داره میره دیگه رفت دیگه یوتیوب نه من همینجا هستم یوتیوب روزی یه دونه ویدیو میذارم روزی یه دونه نه چی هفته 2-3 آقا خار مادر یوتیوب رو گاییدم خار زن یوتیوب رو گاییدم ولش کن کیر به کس زن یوتیوب بیاد آقا ول کن خار کس رو بابا پیج کیر خر شد آقا این دوستانی که ترک کردیم با من حواستون باشه این خونه من آقا میخوایم الان دوربین رو بگیرم بچرخم تو خونه توهم نزنین یه موقع این که کسخل خودش رفته داره میکشن این حاجی بغل من اصلا هیچ یعنی ببین زندگی من نگاه بکنین هنوز همون شکلیه نگاه کن این یخچال ماست همون جوری که هست غذا تخم مرغ و آره هیچ چیزی عوض نشده همه چی سر جاشه ببینی این فندک هم که مال شم به اینجا رو ما ندیده بودیم قدیم که بنکشی داشتیم بساط اینجا بود دیگه اینجا ترتمیزه هیچ خبری نیست هوای مهالوت کسشر آرش این چه هوایی مه گرفته باشه آره تنها خلاف سنگین من اینه که این بچه رو پرورشگاه آوردم اینجا داره با صندلی بازی میکنه میچرخه تنها خلاف من آجی این بود آره داداش من شما رو قلبا دوست دارم دوباره عرض میکنم داداش در کنار مردم ما گنده شد یعنی اسم ما یه ذره چیز شد ما همینجا هستیم آره داداش بعد آقا یارو برگشت گفت که شاید آیسان داداش رفته اونور کاسبی بکنه داداش $1000 الان میدونم الان سریع چرتکه میزنید ایران $1000 50 میلیون نه من اگه بخوام یه ویدیو بذارم الان تو یوتیوب 2 ساعت وقت خودم بگیرم برای $1000 $2000 برم همین آفیس خودم بشینم همون پول در میارم دفتر خودم بشینم
من اگه گفتم یه پولی هم در بیاد این تخم مرغ من نمیدونم چجوری کسکش پوست کندیم که یک دونه درست کنده نشد. گذاشتم آب سرد بود خارکسته دیگه، یک دونه در تمام گوشش در اومد. آره دادا اونجا هم اگه یه روزی کاسبی یه چیزی بشه، حالا اینا رو ولش کن. کسموس خبری از اونور یا نه؟ کسموس میزنیم حاجی گرفتار. حاجی دیگه جلوی چشم من چند نفر آدم هست؟ 25,000 نفر اونجا، یه نفر اینجاست. آقا این دوست ما رفت، این دوست ما با 30-40 هزار تا فالوور اومد با 160-70 هزار تا رفت. یارو میگفت که او این دخترایی که الان این اینستاگرام دوست دارن دیگه، خب هیچی دیگه داداش. اگر 30 تا دختر ایرانی پشت این در جمع بشن، 30 تا به عنوان خواهر میتونن با من بیان توی پارک قدم بزنن، ولی اگر من اون خانوم من 10 سال میشناسمش، وگرنه حاجی من یک سر سوزن خارکسته بازی در وجود من نیست. اون زده که بیا لایجان کون گشاد، من مرز بازرگان بیام مرز خارکسته موشک میبندن لایجان. آقا همینی میخواستم به شما بگم دیگه. میخواستم این اصلا پوست نمیشه پوستش بگیری از اول که نمیاد که یه گوشه رو بگیری دیگه. خواهی آقایون میگه یه گوشه این تخم مرغ رو بگیر که بشه. آقا بفهمید این گوشه بیا این یه گوشه چی شد؟ از حرکت اول خیلی مهمه. اگه اون اولی که میکنی درست بکنی. آقا این پیج من یه کاری بکنید زودتر برگرده. من اصلا همونجوری که شما اعصاب بعضی آخه میدونید که شبا استوری آیسی رو میذاشین میخوابیدین دیگه، من خودم با استوری خودم میخوابیدم. بعد الان نمیتونم الکی استوری بگیرم بذارم آقا چرت و پرت که نیست، جایی نیست بذارم که. ولی دیگه روزی 3-4 تا رو با گوشی حاجی میذارم که تا مال خودم برگرده. آقا در هر صورت که به موبایل آپتین دایرکت میدین، به آرش میدین، به سانی میدین و اینا، توی قلب من هستیم داداش، در کنار هم هستیم. ما قلبی با هم رفیق شدیم داداش، ما قلبی با هم رفیق شدیم. ما با خارکسته بازی با هم رفیق نشدیم که باید بشکم سیکتیر بشه. آره یه چیزم یادتون باشه، من اگه داداش دنبال کس بازی بودم با شما حال نمی کردم، با پیجی که هر روز استوری ویوش 3 میلیون بود، 3 میلیون 2.5 تا 3 میلیون بستگی داشت که چقدر صحبت می‌کردم. 2.5 میلیون که داداش اصلا مثل حبه کس بود، اینجوری میتونستی بخوری. آره ولی دوباره عرض میکنم آقایون، مطلب آخر من میگه گر نگهدار من آن است که من میدانم برادر شیشه رو در بغل سنگ نگه میدارم. ببین خدا چقدر خفن بود که ما 200,000 تا شدیم، نیومد پیج ما سیکتیر بشه که من اصلا پیش خودم بگم آقا پس این که هیچ وقت اونقدر نمیشه که. قشنگ رفت اون جایی که باید میرفت، بعد این اتفاق افتاد. الان هم اگر میخوام برگردم به عشق شما میخوام برگردم، وگرنه دوباره عرض بکنم آقایون، من عاشق بچه معروف بودم از بچگی که به این آرزوم رسیدم در سن 35 سالگی. نمیخوام داداش جلوی خارجی ها معروف بشم، من میخوام جلوی ایرانی ها معروف بشم، چون صحبت من، زبان من بچه ها فارسی هستش. در هر صورت که آقا کیر همتون رو بخورم، خواهر دستتون رو ببوسم. همین روزای روز صبح بیدار میشیم میبینی آیسی بلند شد عکس ترازو وزن گذاشت دیگه. همین